سلام علیکم دوستان و بینندگان و مخلصان دویمی شبکه سفرخان تیوی. روزی هر یک شما بخیر و شادی باشد دوستان عزیز. و در نوار امروزه ما دوستان مثل هر وقته باز یک ریمونتی نو با والد دوستان همین خانه را شپکلوفکه زدگیم، نو شپکلوفکش زدیم، شکریت کردیم و بعدا گرونتوفکش زدیم. ای بالای گرونتوفکه شپکلوفکه نوزدگی و گرونتوفکه کدگی گل میپرتویم دوستان. گلمون گلی والیکا که یکی از بهترین گلای و کسانی که در کانال ما مهمونین حتما در آمده و بنشین و ویدیوی ما را در ایمو و واتساپ تان اگر این کنیدش باشه دوستان پدید سکنیم با بهترین میشوه و دستگیر رو فراموش نکنید دوستان و فکر عقیده اختانه میتونین هر یک شما در کامنتاری بنویسونین دوستان. و اینک سر میکنیم گلزنی را. گلمون گلی صد برگیه گلی با رنگی سیاه دوستان. بسیاری نومری کولرو را انترساد میکنن کدام کولریو که نومریش چنده یا مقصد همون نومری کولرو را بگو میگفتن. برادرها کولر یک فیرما نمیبروره، هر فیرما در نومری کولرو هر خیلی و در نواری امروزه مو گلی صدبرگی با رنگ سیاه زده سیمسون نومری همی کولری مو نومری 21 بدک سیاهی بلند بود نومری 21 و دوستان عزیز در 3 لیتر امورسیا ما 6 دانه کولر دباوید کردگیم و یک قطعه کلی پیوه و از زوی سیختان میکنند دوستان. اگر امکانیتش باشه شرایط باشه کولر کلی پیوه را به اثر دوزیم با خوبتر و گلتون سیرنگ با قوترک میوید و بسیاری برادرها در کامنتاری نویسوندن در واتساپ ایمو در زنگ زدن گفتن ما در یک ستیل 5-6 کولر داختیم ما را هم خیلی سوی دادن که بیزنسمنو در یک ستیل 5 لیتر 6 لیتر کولر بدوز و هیچ نمیکنه سیرنگ میوید گلتون خشرو میبروید و بسیاری گفتن گلامون نیتا برامده خیره آمد مقصد گلو نمیتوه لکم زدیمش روشن نیومد. برادرها همه وقت در 1 لیتر امولسیا 2 دانه کولر بدوزین و او خاطر 2 دانه کولر بدوزین دوستان که شتابی گلتون هم سیرنگ بیاید و در بالای شپکلوفکه نوزدگی اگر بزنین یا که در شپکلوفکه پیشینه امولسیا زدگی پیشینه هم باشه فرق نداره همه وقت کولر سیرنگ تر بدوزین. وقتی دیوال کشیده کش کولر پاگیزه رنگش نمیکشه نمیگیره و همین خاطر لکش زدی دوستان بعدا با سیرنگی به زیب میوید و بسیاری گفتن لک به سوید نی چخلی باشه لک برادرها فساد نی لک دکراتیو نی لک هم بگیرن استفاده برای درون خانه دا میشه و بسیاری در کامنتاری نویسوندن در ایمو واتساپ صورت روی کردن که نمو لک زدیم اکاس سرخ آمدک و بسیاری برادرها لک مسل نی زدگین لک مسل نی در بالای گل نمیزنی دوستان. وقتی لک مسل نی زدی و خودش سرخ چوپکای ولی به سویدی میگن میتونتون خودش داری کم کم سرخ چوپکه وقتی در بالای گل زدی و بشه درنگه میشوه سویدی گل نیتا میگیره زمینی همون گل چی سویدی باشه تاری سرخ چوپک با میتا بالوش ده گلاتون نیتا میویه و بسیاری افتن که مولا که مسل نگرفتگیان خیلی بیزنسمنو سوی چون دادن لکی مسل نخریدن 4-5 قطعه در یک خانه رسخود کردگیان برادرها در یک خانه 6 بسته و 5 بسته ده یک ستیل لکی 2.5 کیلوه دکراتیو نی به سوید نی لکی شیری بگیرین و از در حال خوش کنین شما میتونین بزنین با ولی که بیشنی مقصد همون لک بزنین این همین خیلی میویه برادرها نمو لک زدگیم نه لک زدیم لک زنیش کامل کارگی نیستیم با ولی که پرستوی میشه و لک زده و در ویدیوی پیشنه بدارین تا از لک زنی لک ترکنی با خبر باشه دوستان و یک سطح لک 50 کوادرات هم میگیره دوستان. نمو لک زدیم دستلوی کنکریت نه ای جهازی لک گلی زگیمو تره با خاطری که ما وقت نداریم قاقشوی را بویا برگه کامera کنیم با همین خاطر گل تر کن نوار کدگی پیشکش شما گرداندگی دوستان و فکر اختانه در کامنتاری بنویسونید دوستان. این گلی زدگی مو و خداوند هر یک شما را نگهبان باشه تا ویدیوهای آینده ما را و دستگیر رو فراموش نکنید در کانال ما بنشین دوستان.